برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از دهه فیض‌آباد جماعت دهاتی دشت گلو ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی این نوبت تهیه می‌گردد. دهه فیض‌آباد اصلا از سال 1950 آباد شده است. اینجا یک توغیزور بود. در پهلوی دهه انا این دریاچه سیاهاب میگذاره که در دوره شوروی هم معروف بود. اینجا سیاحان می اومدن، مهمانان می اومدن. ساحل این دریا جای استراحت بود. استا مدینام آهنگر ای سال 78 همین کارتان ما پروژه شروع کردیم. هم صحبتی من استای چوبتراش ساکن دهه فیض‌آباد استا نجمیدین است. با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد صاحب 16 تن ماشین رسمی زندگی شدیم و امروز دختر ما 5 ساله داره. در این گوشه شخصیت‌های معروفی که دهه فیض‌آباد و جماعت دهاتی دشت‌گلو را در جمهوری و بیرون از آن معرفی کردند. 4 تا دهات داریم. دهاتی کلانترین دهه فیض‌آباد است که شماره اولی 16136 نفر است. و ما می‌رویم به این دهه درباره فعالیت این مقامات و دیگر قصه‌های مردمی برنامه را پیشکش شما می‌نماییم. رفتیم.